احداث لین 500 کیلوولت که کار ساختمانی آن در سال 2016 میلادی آغاز گردیده بود موفقانه تکمیل گردید. خوشبختانه لین 500 کیلوولت به تاریخ 13 جدی سال جاری ساعت 4:14 تحت ولتاژ قرار گرفت که این موفقیت بزرگ را به جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری افغانستان برشان شرکت تبریک میگویم. باید یادآور شد نخستین ولایتی که از انرژی برق مستفید میگردند عبارت از ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ میباشند.